بلبل اگر بخوانه زاغ سیاه چی دانه درد دلی هر کی رو خودی خدا میداند بلبل سنگ شکن بیا میریم بر وطن این وطن جای ما نیست میریم به تخت رستم. این آوازخوانی محلی نظری مزار شریف ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی میباشد. او میگوید طول چند ماه است که در ولایت سوخت با خواندن ترانه و سرود در کوچه ها و محفل ها مبلغ کار میکند. آوازخوان تا صنف دهم در شعبه فرهنگی شهر قرغان تپه آمد و رفت نموده سرایندگی را آموخته است. بعدا در شعبه فرهنگی ناحیه وخش به کار شروع میکند. حتی یک مدت راهبر گروه هنری ساز آوازی نزد ریاست فرهنگی جلال‌الدین بلخی بود. 5 تا فرزند دارم، 3 دختر، 2 پسر. یک پسرم از سال 1997 در جمهوری روسیه یک دختری تتر را گرفتگی دیگه نه تلفن میکند نه یاردم میرسد یاردمش در من میرسد نه مادرش خطی تلفن میکند 20 سال میشود نیست همون بچه در همون روسیه. یک بچه دیگر هم یک کاری چی میکرد مقصد همی گروچک رابوچکی و خیلی بود حاضرش خدا را شکر یک چند وقت میشه که یک دکانی چیش گرفتیم سرتراشه. بعد یک دختری ما شهوارش برمدگی و هم شهوارش یاردمش نکرد مقصد زمینش نگرفت من شرایط 3 گولک امورانی من میخورم میپشونم. اوی ما بلبلی مستیم چمن است مورا اوی ما مردی مسافریم وطن است مورا اوی این عمری دراز کی به وطن میگذرد اوی کردیم سفری دور کفن است مورا اوی کردیم سفری دور کفن است مورا. این سرودش را او در غریبی سراییده است. وقتی جنگ شهروندی در تاجیکستان آغاز می شود با دیگر گریزه ها او نیز به خاک افغانستان می گریزد. با وجود آن که مشکل بود اما باز هم در ولایت سمنگان جمهوری اسلامی افغانستان با هنرمندان آنجا همکاری نموده است. حتی در محفل های حکومتی اشتراک می کرد. یک برادرم مراد با کابل بردن در قد کوچه های کابل آدم نمیدیدی و برهانالدین ربانی و احمد شاه مسعود اونا در یک محفل ما را دعوت شدیم اونجا خواندم سرودای همی تاجیکی را مقصد. بعد اتمام جنگ شهروندی قهرمان ما سال 1997 به وطن برمیگردد اما دیگر خانه و در خود را از دست داده بود. مجبور می شود تا با مقصد مبلغ به دست آوردن به جمهوری روسیه سفر کند. میگوید خاک وطن او را باز به سویش کشید. امروز مجبور است تا در کوچه ها و محفل ها سرودخوانی کند و مبلغی ناچیزه به دست آورد. سرودو ما قدر میکنن مردم خوجان، مردم اروتپا، مردم اسفرا، کونی بودم همون کافی ها با همون سر قدوی را با اشوله میکنم من از خانم قدر میکنم. خیلی تشکر زیاد به این مردم بگذار که مقصد باز آباد و زیباتر شود مردم مقصد دارنده باشن با ما را دستگیری میکنن خلق نداشته باشد دنیا تنج نباشد از کجا ما روزگاری ما هم پیش نمی رود. سرودخوان میگوید ایجادیات او اساساً از شعرهای حافظ شیرازی، سعدی، جامی، هلالی، محمد اقبال، مولانا جلال‌الدین رومی و دیگران میباشد و میگوید جوانان فرهنگ دوست نیز امروز هستند و سرودهای او را گوش میکنند. گزارش رحمان صدیقزاد و نادری نسیمزاد پیام روز.